جمع داری. شنیدیم که شما نیازمندا را سموشا میگیری 50 تا 50. الله خار ذلیل بگردونه همون آدمی را که از یگان تا شما یگان سوم طلب کرده باشه تا همین روز الحمدلله طلب. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، سید جمعه را بر یک شما مبارکباد میگم. پروردگار همیشه زنده و سربلند باشه. خداوند هیچگاه دردی سر نبینید. خداوند همه وقت خونه‌تان پر از مهر محبت پروردگار نسبت به اهل بیت شما و برکت خونه‌تان پروردگار همه وقت زیاد باشد. دوستان عزیز، خواستم برای جمع شما را تبریک بگم. بعد یک خواهش دارم که خواهش میکنم همه ویدیو را پهن کنید. ما که در طول یک سال الحمدلله مسئله فقط خیر، مقصد خیرات یعنی دستگیری برادران و خواهران نیازمند سر و کار که داریم، یعنی که خیلی ویدیو میکنن در همین کانال کوچک که داریم 10,000 11,000 پاتیچیک داریم میپردازیم. دوستان عزیز، متاسفانه شکایت من از همین برادرای نیازمند، از همین خواهرای نیازمند هستند که از اول کارشون دیگره. وقتی که مقصد خیلی مینه نشوه 1000 روبل 10,000 یا تا 1 میلیون هم خیلی تا 3-4 میلیون هم جمع کردگی هستیم. وقتی که ما همین کارشون که بد میشود و طرز گپزنیشون و وعده‌های کردگیشون چی وعده میکنن، میگویم که برادر خواهر مادر ما همین ویدیو را میکنیم به خاطر الله میپرتویم کارتا خطونه رقمای خطونن. وقتی که همین زبار ذکرید که گفتیم همین محکم کنی همین تمام دیگر خواهش میکنیم دیگر نمونه، دیگر از مردم کمک طلب نکنی، برای که همون سومی که شما در کارای دستتش جمع میشود شما خوب راضی میشوید. الحمدلله خیلی چی گپای شیرین وقت میزنید دعا میتی بعد محکم کردن زبار. متاسفانه بعد وضع میشنوم که پس از سری ما گاو میزنن که مقصد بلاگرها مجبور کردن که بیا زبار رو محکم کنیم. همین مینیمم همین زبار 3-4 روز میروه یا 1 هفته میروه سومی دستتش جمع میشه. سومی خوبی که در شما لازمه برای همون نیاز شما را برآوردن. با هم خاطر خواهش میکنم از ضعیفی مردمی تاجیک، یعنی که مردمی خلق ما الحمدلله خیلی مردمی دلسوز است، استفاده نبرید و هر سومای وی را نگیرید. خواهش میکنم که همه خدمت که نیاز داره اگر با چی قدری که زور میرسه کمک به شما میکنیم. پس از این وقتی محکم کردید همون سیم کارت هایی که برای میمونیم کارت ها را زبلکی را چکنی پر استناوید با میگن که چی میگن با اثر پیروی پسمینی کارت هم میگیری تو که همون زیادی نگذرد. بعد وی اینمی خشمخشی ها و گپای زیادی که شما زباره محکم کردیم و برای خطوب جمع داره. همین ویدیوهای آخری ما را تای کامنتر را بنویس خونه چقدر گپای قبه می نویسن پایت پیشگو که ما شنیدیم شما بستون جمع داره، شنیدیم که شما نیازمندا را سموشا میگیری 50 تا 50. الله خار ذلیل بگردونه همون آدمی را که از یگان تا شما یگان سوم طلب کرده باشه تا همین روز الحمدلله طلب نکردم و طلب نمیکنم، برای که الحمدلله پروردگار من از تنی سالم داده من سوم جمع کرده، یعنی که از یگان کسی شما نمیگیرم. بخدمت من اویلک دارم، خودم براست خودم کار دارم الحمدلله، نیاز به هیچ کسی یگان کس ندارم الحمدلله. با اون خاطر دوستان مهربان خواهش میکنم هر گپ چپ نزنید، حرکت کنید که دستگیری مردمی نیازمند باشه که پروردگار میگه هر یک روبل که شما در راه من، هر یک خیر که در راه من بکنی همه چند کرده در این دنیا به شما برمیگرده که این وعده پروردگاره که میدونه که خداوند حالتی که وعده داد ان شاء الله و حق است و در روز قیامت باز ان شاء الله خیر جاریه و خیر قیامت ما و عفو گناهان ما میشه. با ما خاطر یک بارگاه روز سید جمعه مبارک شد. السلام علیکم و رحمت الله. دعا گو باشه. خدا نگهدار. السلام علیکم.